غزل شماره 2. حضرت حافظ. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. کجاست دیر مغانو شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رنده ای صلاح و تهوی را؟ سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینشه ما خاک آستان شماست. کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیبه زنخدان که چاه در راه است. کجا همی روی دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار ووه سال. خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟